سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تمام درس‌های قبل رو با دقت کار کرده باشید. خب بریم سراغ جمله سازی های جدید. دوستان ببینید درس ما اینجاست و درس اصلی ما اینجاست. هر کدوم از این درس ها به اندازه 100 تا کتاب میتونه ارزش داشته باشه. چرا؟ چون تک تک این جملات رو ما داریم استفاده میکنیم تو زندگی روزمرهمون. تو زندگی روزمرهمون به دردمون میخوره. ولی 10 تا کتاب بخونیم ولی مطالب کاربردی نباشن دوستان به درد ما نمیخوره. خواهش میکنم باز هم عرض میکنم اینا الگو هستن. درسایی که من اینجا دارم خدمتتون ارائه میدم الگو هستن. شما باید وقتی این درس‌ها رو کار کردید فکر کنید تو زندگی روزمره چی میگید و هر چیزی که تو زندگی روزمره میگید رو سعی کنید به عربی بسازید. بازم عرض میکنم دوستان سعی کنید، یعنی اگر کلمه‌ای رو نمیدونستید اشکالی نداره، سعی کنید در هر حدی 60% اون جمله رو هم بگید، عالیه دوستان. خب بریم سراغ جمله سازی‌های جدید. جمله اول، ما باید دنبال یک کار خوب بگردیم. تا اینجا داشته باشیم ما باید دنبال یک کار خوب بگردیم. خب ببینید دوستان، گشتن فعل دور هست، دور، یا همون در واقع فعل دور حالا به صورت دور معمولا تلفظ میشه. مثلا میگه انا دور ها، یا انا دور، یعنی من میگردم. انت تدور یا تدور، انت تدور تو میگردی، هو يدور او میگرده. حالا ما باید، احنا لازم بگردیم، ندور، احنا لازم ندور، یا همون ندور به صورت ندور هم تلفظ میشه. احنا لازم ندور. شغل، ببینید دوستان کار توی عربی شغل و خوب هم که حلو، شغل حلو. پس احنا لازم ندور شغل حلو، ما باید بگردیم به دنبال. خود ببینید کلا گشتن به دنبال کلا همین فعل ندور هست. ندور شغل حلو، کار خوب، ما باید بگردیم دنبال کار خوب. جمله بعد، حالا دیگر درسمون رو تمام کردیم و باید فقط کار کنیم. حسه یعنی حالا، الان، حالا. حسه دوستان، حسه. بعد یعنی دیگر دوستان. مثلا میخوام بگیم برو دیگه ها، بعد میشه دیگر. میگیم روح بعد ها، اینجوری. یا مثلا بگو دیگه، گول بعد، اینجوری. این بعد این دیگه ای هست که در واقع میگیم به این صورت برای تأکید در واقع استفاده میشه. حالا دیگر، حس بعد درس ما رو تمام کردیم. خب تمام کردیم درس ما رو، خلصنا درسنا یا خلصنا دروسنا. چون معمولا درس ما میگیم درس، معمولا توی زبان عربی به صورت جمع میگن دوستان، دروسنا. حالا اینجا درس آوردم ولی دوستان دروسنا بگید بهتره. خلصنا یعنی ما تمام کردیم. کلا فعل خلص یعنی تمام کردن. خلصنا دروسنا، درسامون رو تمام کردیم و باید فقط کار کنیم ها. و لازم و باید بس. فقط دوستان توی زبان عربی میشه بس نشتغل، باید فقط کار کنیم. نشتغل، خب در واقع اشتغل فعل کار کردن دوستان. حالا اشتغل من کار میکنم، تشتغل تو کار میکنی و طبیعتا نشتغل ما کار میکنیم، نشتغل. و لازم بس نشتغل، و لازمه که فقط کار کنیم، باید فقط کار کنیم. پس احنا لازم ندور شغل حلو، ما باید بگردیم دنبال کار خوب. حسه بعد خلصنا دروسنا، الان دیگه درسمون رو تموم کردیم. و لازم بس نشتغل و باید فقط کار کنیم. یه تک تک این جملات رو حالا با یکم تغییرات در کلمات همیشه استفاده می‌کنم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من این پسر در کلاس ما، این جمله این پسر در کلاس. متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563 همونطور که در تصویر می‌بینید با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.